اقبال که پدرش قلندر صدردین بود، خودش محمد اقبال صدردین، یعنی ببینین که ای دست نهضت چندین بلاها به سری مردم آمد. یعنی امو پدرش بسیار حریص بود، بسیار همین چیز دوستار و مال دوستار و دیگه بود. حتی در افغانستان در همون صلیب سرخ از طرف نهضت اسلامی مسئولی همون چیز خیریه بود. وقتی که از همون صلیب سرخ چیزی می آمد، این خیریه می آمد، این می گرفت و تقسیم میکرد به تمام مهاجرین و مجاهدین و دیگه تقسیم میکرد. در همون حالت فرزندش میگیره در دست یک ملا شریف، گفتگی آدم میته تعلیمش میته. بعضی ها میگن ملا شریف هم مبلغ و پولو دیگه گرفت و همون را پنهان ای پدرش به قماندان غلام فروخت. این لواطگریش بسی نمیکنه، باز همون مال و اموال همون صلیب سرخ گرفته به منفعت خودش، به منفعت خیش تبارش استفاده میکرد. اما قلندری صدردین